روستاگردی یکی از بخش‌های جذاب گردشگری و کشور ایران سرشار از روستاهای متنوع و حیرت انگیز در اقلیم‌های متفاوته. یکی از شگفت‌انگیزترین روستاهای ایران روستای میمند در شهر بابک استان کرمانه. میمندی را که حضور دارین دارای سه ویژگی مهم: کوچه بهار، کوچه تابستان، کوچه زمستانه. در میمند جاهای حساسش مثل حمام قدیم، موزه مردم شناسی و مسجد آخرین خانه‌ای که در میمند کنده شده مسجد و در همین جایی که موزه نامگذاری شده آتشکده بوده. میمند روستایی صخره‌ای و دستکند با چند هزار سال قدمت بیگمان از نخستین سکونتگاه‌های بشری در ایران به شمار میره که امروزه پس از گذشت سالیان دراز همچنان پابرجا باقی مونده و نماد عزم، اراده و اقتدار اجداد ایرانی به حساب میاد. ویژگی روستای میمند چی هست که اینقدر توریست‌ها رو به خودش جذب کرده؟ روستای میمند یکی از خاص‌ترین روستاهای ایرانه و اینکه تماما خونه‌ها دست کندن، داخل بافت کوه کنده شدن همه و اینکه هنوز هم توش زندگی میکنن. یکی از ویژگی‌های خیلی مهمش اینه و میتونه خیلی خوب فرهنگ این منطقه رو انتقال بده به بقیه مردم. معماری شگفت‌انگیز روستای دستکند میمند شامل خانه‌ها، حمام، مسجد، آتشکده، کوچه‌ها و کیچه‌ها و مردمانی ساده دل و مهربان با لباس‌های محلی و زیبا باعث جذب گردشگران داخلی و خارجی به این روستا شده. اینجا یه جای تاریخی ثبت یونسکو از روستاهای خیلی قدیمی در اصل میشه بگی دنیا. پس بنابراین اگه ایرانییم بهتره که تا هستیم بیایم ببینیم دیگه، از این فرصت استفاده کنیم. من محصوله رو قبلا دیدم که یه ساختار این مدلی داره که سقف هر خونه حیاط طبقه بالاست، ولی اینجا از یه حالت طبیعی تری نسبت به محصوله داره. با سفر به روستای تاریخی میمند میتونید شاهکار هنر معماری دستکند ایران رو با سابقه بیش از 8000 سال مشاهده کنید.